خیلی میرن باشگاه و فکر میکنن که اگه مثلا تو طول هفته 4 کیلو 5 کیلو کم کنی مثلا افتخار میکنن به خودشون که من این هفته مثلا 5 کیلو وزن کم کردم. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوام درباره این صحبت کنم که تو طول هفته چقدر باید وزن کم کنیم. ببین، کاهش وزن اصولی و سالم معمولا باید آروم آروم انجام بشه تا بدن ما به این تغییرات عادت کنه و یه جورایی سلامتمون به خطر نیفته. پس آروم آروم باید وزن کم کنیم. حالا به طور کلی تو طول هفته خوبه که نیم تا 1 کیلو وزن کم کنیم. یه جورایی این مقدار وزن کم کردن استاندارده. حالا چرا مثلا کم کم وزن کم کردن بهتره که آروم آروم وزن کم کنیم؟ دلیل اول اون بازگشت وزنه. ببین، وقتی کاهش وزن سریع اتفاق بیفته خیلی سریع هم به حالت قبل برمیگرده، به خصوص کوتاه مدت باشه. ما سریع وزن کم کنیم سریع هم به حالت قبل برمیگرده وزنمون. دوم، در مورد حفظ سلامت عضلات و سوخت و ساز بدنمونه. کاهش وزن تدریجی از تحلیل عضلاتمون جلوگیری میکنه و یه جورایی باعث میشه که متابولیسم بدنمون کاهش پیدا نکنه. در مورد متابولیسم و سوخت و ساز بدن و اینا حتما ویدیو میسازم. سوم، مشکلات مربوط به سلامتی. ببین، موقعی که ما وزن زیاد کم میکنیم قطعا غذا رو کاهش دادیم دیگه، باعث میشه که یه سری از ویتامین ها به بدنمون نرسه، یه سری تغییرات هورمونی تو بدنمون اتفاق میفته که اینا همشون واسه سلامتیمون خوب نیستش. و یه نکته، خیلی‌ها میرن باشگاه و فکر میکنن که اگه مثلا تو طول هفته 4 کیلو 5 کیلو کم کنی مثلا افتخار میکنن به خودشون که من این هفته مثلا 5 کیلو وزن کم کردم. ببین، بدن ما این توانایی رو داره. خیلی از ورزشکارا هستن، رزمیکارا، کشتیگرا، اون رشته‌هایی که وزنیه شاید تو یه روز 2 روز 5 کیلو وزنم کم کنن. اما این کاهش وزن اصولی که نیست، میرن گند میزنن رو مسابقهشون. هم این که اصولی نیست، هم این که واقعا واسه سلامتمون ضرر داره. خب باعث میشه که اون تو کوتاه مدت توی 2 روز اگه بخوای وزن کنی فقط اون آب بدنمونه که داره از دست میره. پس اگه میخوایم سلامتمون به خطر نیفته حتما اصولی نیم تا 1 کیلو وزن کم کنیم تو طول هفته. به دلیل سرمایه هوا و برف و بارونی که اعلام کردن ما مجبوریم داخل خونه ویدیو بگیریم. این کلا نشستن خیلی سخته، واقعا میگم نشستن اصلا خیلی سخته. من دوست دارم داخل برج بوجه باشم. واقعا تو این ویدیو تونسته باشم یه کوچولو اطلاعاتتون رو زیاد کرده باشم. مثل همیشه سلامتیتون آرزومه. من حواسم نبود ویدیو رو تموم کردم، ادامه داره ویدیو. در مورد مسائل تغذیه‌ای، ببینیم مصرف پروتئین کافی برای حفظ عضلاتمون واقعا لازمه و تا جایی که میتونیم سعی کنیم اون کربوهیدرات و قندهای ساده و اینا رو سعی کنیم کم کنیم و پروتئین رو استفاده کنیم و تا جایی که میتونیم میوه، سبزی و فیبر و اینا رو تو برنامه حتما داشته باشیم. و نکته بعدی فعالیت بدنی که گفتم 150 دقیقه فعالیت بدنی تو هفته حتما داشته باشید. دویدن، پیاده روی حتما ترکیبش کنید با تمرینات قدرتی. حتما تو برنامه‌تون داشته باشید واسه تقویت عضلات. دیگه چی بود مورد بعدی؟ در مورد کاهش کالری. دریافت کالری روزانمون نباید کمتر از یه حدی باشه، پس خیلی خودتون رو محدود نکنید تو طول روز. پس تا جایی هم که میتونید آب بنوشیم، حتما آب بخوریم تا جایی که میتونیم تا اون سوخت و ساز بدنمون افزایش پیدا کنه و یه جورای اشتهامون کنترل شه. خواب به اندازه کافی خیلی مهمه. کمبود خواب باعث یه جورای افزایش اشتها میشه. و یه نکته‌ای که خیلی مهمه اینجا بهش اشاره کنم اینه که اگه تصمیم دارید تو طول هفته بیش از 1 کیلو وزن کم کنید حتما باید با پزشک متخصص تغذیه باشون مشورت کنید، چون در غیر این صورت واقعا آسیب به بدنمون و به نظرم ارزش نداره. پس یادمون باشه که کاهش وزن اصولی زمان بره و سریع اتفاق نمیفته و حتما باید صبر داشته باشیم. خب ویدیو تموم شد. الان ویدیو تموم شد. من نمیدونم چرا فکر کردم ویدیو تموم شده. امیدوارم که مثل همیشه سلامتیتون آرزومه و دوست دارم که ورزش جزئی از سبک زندگیتون باشه. باورتون میشه فکر کردم ویدیو رو نزدم، خدایا، ولی زده بودم.